تقدیر است دوست. ما را چنان جدا کرد که تو را به دست یک اولاد و من در خانه بی‌پرستان ماندم. همه خیل از هم جدا شده. روزی آخرین تو را دیدم آن روز تنها این ماند. دیگه مویزه نکرد رفتم نبود ایوان گرفتم. سالهای در روز این رو پنهان کرده بودم. خواهر کن اکا جان خواهر جان خواهر کن اکا جان اکا جان خواهر من خواهر جانم خواهرم به توی خواهر جان من بودم تو اکا جانی من خواهر کن جانی من اکا جان اکا جانی من من باور نمیکردم که تو را میابم. باورم ناآمده ایستادم. خواهرکم من حاضر تو را دستگیر میکنم. وقتی که تو کلان شوی کی شدن میخواهی بیلال؟ من میخواهم آدمی بزرگ شوم. شمشیر و اسب تو رو آدمی بزرگ کردن نمیتوانند. آدمی بزرگ بودن این یعنی بدون زنجیرها. کدام زنجیرها؟ من زنجیرهای داخلی تو رو میگویم. تو آزاد بودی. همین خیلی بیلال. یک چند سال پیش دشمن ها به دهه ما حمله کردن و مرا و خواهرم را گرفتند. بازم زن خدا. اکا برای چی نامی احمدت رو استفاده نمیبری؟ چی مگر نامت رو عوض کردی؟ نه نام دویوم من زیا بود. تو باید نداری خوب بود. احمد زیا. من تو رو بسیار یاد کردم اکا جان. من تو رو بسیار یاد کردم اکا جان. من هم خواهر عزیزم. اکا جانی من. پلیس ها آمدند. عصب بالمونت. این ناکامی رو بینه. من اگر روزی می داشتم نامم را روزی بگنام می ماندم. بیاید اینجا کمتر نشسته انتظار می شویم. بابا جون خدایا به او کمک کن. امک جان زهرا چرا بابایم ناگهانه خیل شدند؟ نمیدونم حاله شاید برای یکم چیز غمگین شده باشد. نمیدونم. زهرا به تو گفته ایستادم. با فکرم پدرم سکته دل شدن اما با قوت هستند پس سر میکنم. پدر بابایم در کجایند؟ در درون هستند دخترم. خواطر نشو صحت میشوند. با آقای اکرم ناگهان چی شدین خیلی؟ سلامتیشون خوب بود کو؟ بله در حقیقت سلامتی بابایم خوب بود. چرا ناگهانه خیل شدند من هم نفهمیدم. انشالله شفا مییابند. در حقیقت زهرا تو در ماشین بسیار پریشان شدی. مگر یگون چیزی هست که ما نمیدونیم؟
خیر تو از کی باز میدونستی اکا جان؟ از وقتی با محله آمدنم. خیر چرا به من نگفتی؟ من 20 سال از این لحظه رو انتظار بودم، هر شب دعا میکردم. چرا نگفتی؟ چرا؟ به تو گوش کن، ندانم بسیار چیزها رو پرسیدن میخوری، همش رو میفهمم، اما التماس بگذار تو را آغوش گیرم. بیا خواهر عزیزی من، بگذار تا حسرتم رو دور کنم. روید آخی، روید. ای شمایان در اینجا چی گم کردید؟ یک بلا زند. امک از برای من چنین شد. زهرا چی گفتن میخوای؟ از برای تو شد؟ کنی بگو چی شد؟ من غمگینش کردم، بسیار غمگین شد، من رو هرجاندم. زهرا این را خوب فهمان، آخر چی گفته ایستاده؟ چی شد؟ حاله بسیار فشارش نیار، نمیبینی زورا خودش ناتوب است. آقای اکرم ازدواج ساخته برپا کردنتان را فهمیدند ها؟ بله فهمیدن. ای آخر عاقبتش همین بود. شمعی دروغ بود تا خفتن در گیران است، آدم را از پا افتانده. ینگه خاموش شوید، خاموش شوید. چرا خاموش میشدم؟ در اصل تو خاموشم، همش از برای تو شد. تولی همه غمگین است، تو بر بالای این باز فشار میاری ها؟ البته که باز من فشار آوردم. بله من. مادر جان کمی خاموش شوید، خاموش شوید. با تو چی شد میلیس؟ آفرین فرود، آفرین. دخترت رو هم به خودت مانند کردی. مادر جان خاموش شوید، شما دیگر هیچ چیز رو نمیدانید. دامروزی در کجاست؟ در حقیقت در این وضعیت ناگوار آقای داماد عجب در کجا باشه؟ آقای اکرم همش را فهمیدند. با تو شیرینی های اینجا بسیار معقول بودن. کده یک رفته بیدم باشه. محلش شازر کنعان دیوانه بعد گرفته می آیم. بطول لبر رفتن من لازم. با کجا؟ التماس سوال نده، بیا با من، زود رفتن من لازم. رفتیم. اکا جان چی شده ایستاده است؟ باز میشه کدری دیگر انتظار شوید. اکا با من فهمونید آخر چی شده ایستاده است؟ کنعان دیوانه اینجاست، رفتن من لازم. اکا نمیفهمم این آدم از ما چی میخواد؟ چرا از او میگریزه؟ خواهر کم التماس دارم شب مرا گوش کنه، همش رو میفهمونم. با من بیا. من رفتیم. منو گوش کنید، اینو رفتم کنی بهت رفتیم. اینها کجا شدن؟ کجا رفتن؟ رفته همه جا را بینه، همه طرف رو جستجو کنه. ماشینشون نیست. اینها رفتن کو؟ کجا را نگاه میکنه؟ رفتیم زود از پسشون نشویم. رفتیم. زهرا اکنون خودت رو غمگین نکن، طفلت رو فکر کن. آقای آتیف احوال پدرم چه خیلی هستن؟ یگان جای ترس ندارد، خطر را پسی سر کرد. حالا باشد وضعیتش خوب است. خدا شفای کامل دهد. تشکر زیاد آقای دکتر. تمام زهرا جان، یگان جای غمگینی نبوده است. اکا چرا ما از آن آدم گریخته ایستاده ایم؟ بطور
اینکن آن دیوانا گفتنی آدم چی فکر میکند که او رو کلت کلاس معیوب کرده است؟ فهمیدی؟ اگه تو رو باشد کلت کلاس گفته فکر میکند از همین سبب ما رو پای برده ایستاده است. اما اکای من تو هستی. البته خواهرکم اکای تو منم، اما او دیوانه است. آخر چیکار کنم؟ خیر از من چی میخواهد؟ آن آخر تو رو به دست آورده کلت کلاس رو دستگیر کرده نیست. از همین سبب از پسی ماست. اما برای تو رو دزدیدنش چقدر مشکل بودنش رو نمیداند. аҷабо боз магар хатари сактаи дилро пай сар кардани падарам дар назар аст, яъне маълум бемориашро медонед? дар асл бо сактаи дил алоқамандӣ надорад. ҳатто оғои акрам бемориро пештар паси сар карда буд. чӣ? паси сар карда буд? бобоям тамоман сиҳат шуданд. маро гӯш кунед. имшаб агар хоҳари калта келасро наёбед ку шуморо мекушам, ҳамаатонро мекушам. бале. چی؟ با کانونی دیوانه اکای من بودنی کلت کلاس رو اون پلیس گفت. پلیس؟ بله. یک وقتو من با شعبه پلیس رفته تو رو جستجو داشتم، یعنی تو رو میجستم. در اون وقت با من گفتن که اکای تو کلت کلاس است. بعد باشد گفتن که خطا کردیم. احتمالی زیاد که با کانونی دیوانه هم عیناً همین رو گفتن. یعنی اون آدم با من بیهوده نچسبیده است، یگون چیز هست که از پسی ما است. اما با اون درست بودن این کار رو باید گویم. هیچ فایده ندارد. آدم دیوانه است آخر. یعنی گپ رو نمیفهمد. احتمال در بین خطا بودنش رو باور نمیکند. یک احمق دیگر بود. او باشد کلت کلاس رو میابم گفته خودش رو کشت. ها آن آنها پای برید گمشو نکنید. چی خیلی خیر؟ شما نگفته بودید که عمر آقای اکرم کم مانده است؟ дар ҳақиқат вазъияташ бисёр ҷиддӣ буд. навбавартаи ноумедӣ рафта будем ки ногаҳон дарҳол ба таври зуд ба ҳолати сиҳатшавӣ гузашт. мо ҳам ҳайрон шудем. аммо медонед дар ҳаёт ин хел мӯъҷизаҳо мешаванд. ё худоё тавба. ба фикри ман оғои акрам аз рӯи шумо сиҳат шуд. аз рӯи ман? хонум зуҳро қарори оила барпо кардани шумо оғои акрамро бисёр хурсанд карда буд. чунон ки ба куртааш намеғунҷед. ман шоҳиди он лаҳзаҳо ҳастам. эҳсосу хурсандӣ медонед дорои тамоми бемориҳо мебошад. яъне ҳоло бобоям тамоман сиҳат шуданд? бале, монанди як дорои мӯъҷизаовар ба бобоятон таъсир кардед. не нафаҳмидам. охир чаро сиҳат шуданашонро ба мо нагуфтанд? дар асл гуфтанд ки ба ҳеҷ кас нагӯям. чаро охир? намедонам. шояд инро худашон ба шумо гуфтан хостаанд ё ки дар ягон рӯзи бисёр муҳим ба шумо инро гуфтанӣ буданд. хайр, чаро шумо инро ба мо нагуфтед? ҳоло инро ҳам набояд ба шумо гӯям, аммо чун ҳомиладор будани ҳардуятонро фаҳмидам, боз аз як тараф бисёр ғамгин буданатонро дидам. бисёр ғамгиновар аст ки сири оғои акрамро маҷбур фош кардам. лаба зуҳро, бобоямро ба беморхона бурдем, оҷилан омаданатон лозим аст. оғои акрам хуб аст? хубанд. мушкилиро паси сар кардем. масъалаи дигар аст. баъд гап мезанем. чиро баъд гап мезанем зуҳро? кане бигӯ чӣ шуда истодааст? ҳамин ки омадед, баъд гап мезанем. дарҳол биёед. майлаш омода истодам. бетул ман бояд ба беморхона равам. оғои акрам ҳолаш хуб нест. акаҷон, ман аз инҷо ба хона меравам. ту бирав, ягай зӯрро танҳо нагузор. не бетул, ба ягон ҷо намеравӣ. ман ҳолотро танҳо гузошта наметавонам. як ҷоя меравем. майлаш. мошинро ки ронда истодааст дидӣ? ба худо ака дида намешавад. наздиктар шудан лозим аст. кани камтар наздик шав. чӣ гап ҳасте? ба худо ака қариб буд ки зери автобус мемондем. маро гӯш кун шараф, хуб гӯш кун. агар ӯро аз даст диҳӣ, зери автобус як тараф истад, зери мошини боркаш мепартоям. ҳамаатонро мекушам. пай бубур. ҳеҷ кас барои вохӯрӣ бо ҷамоатам монеъ намешавад. агар лозим бошад имшаб дар масҷид хоб меравам. саҳарӣ барвақт бо бародарони муъминам мо мехӯрам. کیست در آنجا؟ اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. توبه استغفر الله. دامنای دیوانه؟ دیوانه تو هستی؟
در اصل آن ریش سیاه دیوانه است. من امام حقیقی این مسجد هستم. من امامم. مرا فهمیدی؟ استادی مرا دیوانه نگوی، تو دیوانه ای. من به تو نشان نمیدم. سلام علیکم. سلام علیکم. و علیکم السلام. هنگامی از اینجا گذشتم به گوشم رپای شما رسید. هیچی این دامولای عظیمی دامولای حقیقی این مسجد است. شکر خدا، نهایت در محله یک شخصی به من باور نکردگی برآمد. خدا از تو راضی باشد برادر. الهی دامولا اکای جوهر، این دیوانه است، بی عقل است. اهمیت ندهی. حالا هم دیوانه بگویی؟ آرام باشه دامولا. آخه پسرم تو دامولای حقیقی بودن این دامولازی ها رو از کجا میدانی؟ مادام که دامولای حقیقی هست چرا به کارهای ثوابی نکردگی تو مانع میشود آخه؟ حالا ایست باز همش افشا می شود. خوب نه دامولا، به این هجری برادرمون از تقایش یک مقدار زمین میراث مانده است. این پسر کاری ثواب و خیر کردن میخواهد. آن دامولا باشد به این کار مانع شده ایستاده است. یا توبه، این را بینه. اگر دامولای حقیقی می بود، مگر دامولای حقیقی به این خیل کارهای ثواب مانع می شود؟ برعکس باید تشویق کند. همین خیل نه. در دهانتان اصل دامولا چه کش گفته دامولا. اگر جایی ایست نداشته باشد من تنهایم. این شب مهمان من شود شما رو مهمانداری کنم. هم درباره زمین هجری برادرمان درباره کارهای خیر و ثوابی آن گپ میزنیم. خدا نصیب کند بعد سحری آمده با جماعتتان ما میخوریم. نمیدونم. خوب میشود دامولا، مرا نکنید. یکی ناراحت نکنم. دامولا استغفرالله. بیایید رفتیم سحری هم یک تخم بیان میکنم. رفتیم. خوب نباشد میرویم. حسیب چش از صبح من میشود. خیر. راو خنوک است، باز نمیری. استغفرالله. برادری من در این محله با یک آدمی با عقل رو برو نشدم. باز یک تاش خودش رو دامولا میگوید و یک دامولای ساخته است. یا خدایا هر دو اینها دیوانه بودند. خدایا به حال آنها رحم میکن. بتول خواهرکم این کنعان یک جاسوس دیوانه است فهمیدی؟ اما من یگان راهش رو حل میکنم نترس. اکا من در نزد تو از هیچ چیز نمیترسم. خوب میلش کنی ایست من یک دختر رو بینم شاید اون دیوانه آمده است. با من یاریده در نزدش که بود دیدی؟ با خدا اکا آنقدر خوب دیدن نتوانستم. در حال به بیمارخانه در اومدن. یعنی دیدن نتوانستم از چیز؟ ندیدم از چیز تا اکا مگر من بوم هستم که در شبی همه چیز رو ببینم. بابا نگر چشمانت را میکابم کفته میگیرم. پلی پیش درات هیچ گرد نیونال نامده است. رفتیم. نهایت دامادمون آمد. بتو زهرا جان سلام علیکم. خدا شفا دهد. ما با خانم بیتول در نزد در بخوردیم. او در بیمارخانه یک بیمار داشته است. به زیارت او آمده است. تو خوب هستی؟ رحمت جانم بابا باید هم شفای کامل خواهونم. رحمت بیتل جان. وضعیت آقای اکرم چطور است؟ خوبند. یعنی دکتر همین خیلی گفتن. خدا را شکر بسیار خرسند شدم. تشکر زیاد. ما صحبت کردن میتوانیم؟ البته با اجازت. البته با اجازتی تو بیتل جان. با خیر است؟ چی گپ شد؟ دامولا وقتی فتحه کردن ما بابایم همون وقت صحت شدند. یعنی چی خیلی؟ دکتر گفت که معجزه روی داده است. یعنی با وسیله ازدواج ما بابایم صحت شده است. این کار رو بین ازدواج ساخته با کار آمده؟ اما من همه کار رو برباد دادم. از برای من باز و سکته دل شد. کاش که همچون زاغ سیاه با تو رو برو نمی شدم. زهرا در اصل همه کار را من برباد دادم. بیتول در اینجاست. خدا این اهل آیله در اینجا چی میکابندی؟ یا خدا چشمم در اینجا بوده است.
خدا شفا دهد. تشکر. نمیدونم چی کار کنم. بکنم چه خیلی راحت میشه. داملو زیاد؟ با خیر است داملو؟ نه یکون چیز نیست. یعنی آقای اکرم سخته دیر شده است اما این حال وضعیتش خوب است. های خدا شفا دهد داملو. خانم زهرا خدا شفا دهد. تشکر زیاد. دوملو من یک بابایم رو خبر گیرم. برای در آمدن اجازت میدین؟ نمیمونند اما من در آنجا بودن میخواهم. مایلش من کمتر پس میارم. خدا شفا دهد. آقای کانون بخیر است؟ شما در اینجا چیکار دارید؟ داملو آیا نکنید. خواهری کلتکیلاس در اینجاست. در پسمان استاده است. چه یعنی خانم بتول؟ بله داملا ایان نکنید که میگریزد. آخر آقای کانون خفه نشوید و چه علاقه دارد؟ یعنی خانم بتول خواهر کلتکیلاس نیست؟ مگر این خیلی میشود داملا از پلیس فهمیدم آن شاگردی اونال هست کو لوین او گفت. شما چرا گپی هر کار نااهوده برا رو گوش میکنید؟ مگر این خیلی میشود؟ من به شما یک چیز گویم. عیناً همین را آن با خانم بتول هم گفته است. دختر بیچاره از غمگینی میسوزد. از همین سبب به شما میگویم که راست نیست. معلوماتی نادرست است. این چه معلوماتی نادرست است؟ ای از کسی میخواهید پرسیدن گیرید. اگر خواهید رفت از کمیسر رونالد پرسید. چه خیلی که میدونید آن حریف حیاتش رو در جستجوی کلتکیلاس بخشیده است. عائله‌اش هم پراکنده شد. این چی خیلی میشود داملا؟ ما او را از قهوه خانه چای نوشی پی بردیم در برش یک آدم بود. انا چون به درون در آمد گم شد. بعد در وقتی در راه آمدنمان ماشین را دیدیم. در درونش آدمی بود که آن را میرون او را دیدن نتوانستیم اما بعد از آنجا در آمدن نابود شد. داملا او کلتکیلاس بود. شما این خیلی گرد نزنید. خود را در نزد آدمان بد نکنید. من واقعا را از خانم بتول پرسیدم. یعنی من پیش از شما را دیدم گفتم که در اینجا چیکار داره. واقعا چنین است. یک بیمار خانم بتول از روش رفته است و او باشد راست به اینجا آمده است. آدمی در نزد خانم بتول دیده شما احتمال یگان خیش بیمار است. شما اون آدم را کلتکیلاس فکر کردید. با خدا که بسیار یک گناه عظیم کردید. شما چی میگویید داملا؟ چه خیلی گناه؟ با دهان خودتون گفتید. پیش بردیم. یک دختر جوان را این خیل ترساندن بسیار گناه عظیم است آقای کانون. از برای خدا این خیل نکنید. داملا اگر یگان گناه باشد آن گناهی کلتکیلاسی بیشرف و لوینت است. با خدا که من گناهکار نیستم. من نمیدونم. دیگر این کار را نکنید. آقای کانون در آتش دوزخ مانند کنده میسوزه. های کلتکیلاس، های کلتکیلاس، این دنیا هم را تیره کردی، آخرت هم را هم تیره میکنی. خدا زند تو را. داملا دعا کنید که خدا ما را ببخشد. نمیبخشد. آدمی رو که با یک زن این خیل ظلم میکنه خدا هیچگاه نمیبخشد. خفه نشوید. این خیل نکنید داملا. اکنون چی میشود؟ با خدا که آقای کانون دیگر این خیل کار نمیکنه. والله بالله دیگر نمیکنم داملا. خوب مایلش. اینقدر بسیار داد و فریاد نکنیم. معلوم که اینجا بیمارخانه است. من هم به نزد زهرا میروم. به من اجازه داملا. مایلش. تا باز دید. آواز این حریف اینقدر بلند است. کلی پیش درا. پیادر برون انتظار میشویم. شکر که این دفعه خلاص شدیم. اما چیکار کردن این کانون معلوم نیست. باید احتیاط باشیم. فهمیدیم؟ من یک پیش زهره روم. یک تو را با دستارم کو زنده به زنده سوزانده به خلطه بار کرده تو را به آتش میپرتایم بیشرف. مرا معیوب کردنش بس نبود باز مرا گناهکار میکنده. من با شما گفتم کو با آن لونتی احمق باور نکنید. اکه کانون با من یک اجازه دید رفته اون لونتی احمق را یک لطو کب کنم. تو چه میگویی؟ چه میگویی؟ چه میگویی؟ مگر پلیس رو لطو کب میکنن؟ لطو کب میکنن؟ حریفی بفهمه؟ پیش درا. شب خوش امری. شب خوش.
ناموس از رخسار خانم سلیم بوسه کرد. به شرف همین تو نمیرسیده در بین ما. گوشوتا میبرم. کمتری دیگر در نزدیک خانه سلیم نیستم. وی به شرف یک بار دیگر به در خانه سلیم بیاید بعد حالش رو ببیند. بیام سلیم از توی خیلی باوری نداشتم. مرا گوش کنید. ایستادن همه شما در اینجا لازم نیست. بگو چه خیلی باشد جوابش میدم. اما این شب من در اینجا میمونم. در خانه مونده نمیتونم. پس دخترم حاله تو بیرا. ملیس تولین شما هم روید. نه امک جان من حالا نمیروم. اون آماده ایستاده است. من با خانه میروم. من هم خانم بیتول رو با خانهش برده برمیگردم. نه من خودم میروم. در این شبیه خودتون تنها نمیشود. من برده میرسم. برادر پروا نکن، من خانم رو به خانهش میبرم. ماشین آقای خلیل در من است. زود رفته میآیم. ای باشه گفتم میبرم. برادر میتوانی خودت بری؟ ماشین ما گاز نداره. بیاید میرویم خانم بیتول. من باید زود برگردم. خدا شفای کامل نصیب کنه. تشکر خیلی جان. سلامت باشی. سلامت باشی اونا. ای بچه نغزی سوزی در کجا میگردی؟ میشه شکر امک جان من یک بابایم رو بینم. مایلش. تو در اینجا چیکار میکنی ها؟ اونا سفسطه نگو. آقای شوقت راننده بابایم است خیر. یکم کسی دیگر یافت نشد ها؟ نه یافت نشد. اونا این خیلی نگویی. سلامت باشد. با وسیله او رسو در وقتش رسیدیم. اونا اگر شفقت نمی بود بسیار دیر کردن ممکن بود. استغفر الله آقای فاروق میگوی همین خیلی؟ همین خیلی است. راست میگوی من نمی بودم بابی اکرم میمرد. هیچگاه شما رو غمگین نمیکنم. از تو هیچ جدا شدن نمیخوام. خاموش. آخر به همین هم دیگر جدا نمیشویم. ما رو دیگر هیچ کس جدا کردن نمیتواند. چون خرسندم که سالها این رو انتظار بودم. بیتول گریه نکن. تمام مرا هم گریه میکنی آخر بس است. تمام گریه نمیکنم دیگه. خوب. بسیار چیز رو پرسیدن میخواهم. سالها این رو انتظار بودم. تو مرا چه خیلی افتی خواهرکم از این پس وام میخوریم آخر پگو سحر هم یک جایم میشویم بعد سوالات رو میپرسی. اکنون بیرم. خواهرک جانم اکنون بیرم. شب خوش. خانم سلین تو در اینجا چیکار میکنی؟ گفته مردک یک خواب دیدم خانم سلین. بخیر است چه خیلی خواب دیدی؟ یک خواب دیدم. من در خوابم شما را دیدم خاطر شدم. به سرتان یگان حادثه آمد از گفته خبرگیریتان آمدم. خاطر نشو لوین جون. تو در اینجا بسیار انتظار نشو خونت میخوری بیمار میشوی. زود به خونت بیرم. مالش خانم سلین میروم. بسیار یک روسته.
این رو بریده از این جوراو که بیمار میشوی. در این دقیقه خیلی عقل نیست که لیوی جان مرمت خونه در یک پیله چای نوشید. ما هم در اصلت یک پیله چای شما نمردیم لیکن گپشو گفتیم. نه انیخ ای با ما آدمی پدندلت میگرده. انیخ خیلی سره دلم خونه کردی با خدا. استاد کمتر انتظار شوید؟ استاد یک سوال دارم. مرحمت بپرس. استاد با برج باور کردن جایزه است؟ بخیر از برج تو چیست؟ میدونم استاد. برج من چی است؟ گوش کن تو کی تولد شدی؟ ها استاد بیام نقل میکردن که در آمد نوروز من به دنیا. هجری پسرم تاریخش رو بگو. 10 مارس استاد. تمام برج تو هوت است. چه خیلی هوت استاد؟ آخر پسرم برج تو هوت است. برج هوت چه خیلی برج است استاد؟ هجری یعنی برج هوت برج خوب است. صاف و تمیز است برای انسان. صاف گفته چی را در نظر داری؟ یعنی پسرم دلشون صاف است. یگان کاری بد نمیکنند. یعنی انسان های خوب است. فهمیدم استاد. خدا از شما راضی باشد. استاد برج شما چی است؟ خوشخوار چه خیلی برج است؟ راستی هجری خوشخوار مثلا بلحوث است. از پشت زن دختران بسیار میدود. خوردن رو بسیار دوست میدارد. علاوه بر این سیر و گشت رو نقل میبیند. یعنی تماما آزاد است. استاد شما زیناکار هستی؟ این چه خیلی سواله؟ من دامولایم. عذر میپرسم استاد. آخر گفتید برج خوشخوار دختر بازی میکنه. آن برای همه هجری با برج ها اونقدر هم باوری کردن در کار نیست. آن سیاره ها دیگر کار ندارن که اومده تقدیر ما را معلوم کنند. سیاره گفته اون چیزها را مینامند که در اطراف آفتاب تاب میخورند. این همه از روی خواست خدا است. شرح زیبا دادید استاد. استاد جان یک سوال دیگر معنی سرم را ویران کردم. هجری این سوال کمتر دیگر معنی تو را خراب کردن گیرد. من باید در حال روم. بابای خانم زهرا در بیمارخانه است. این روز جوابش میدین. مالش خدا شفا دهد استاد. سلامت باش پسرم. تا دیدم. یا توبه. بله با برج‌ها اونقدر باوری کردن لازم نیست. زهرا دامولا خوب هستی؟ وضعیت چی خیلی است؟ اما کارهایش را تمام کرده است. کمتر پس ما میبریم. آقای اکرم چی خیلی خوب است؟ خوب. برای تشخیص خون گرفته ایستاده بودن. من طاقت کردن نتوانسته برآمدم. بلا زند این نیلوفر از کجا پیدا شد؟ سعید چی شد دامولا؟ هیچ چیز نیم. سعید این تو هستی؟ ای به خدا که تو هستی. تو با چی کار برو مشغول هستی؟ این چه لباسی که ببر کرده ای؟ خانم شما به فکرم مرا با یگان کس مانند کرده. چه خیلی مانند کردم؟ من تو را خوب میشناسم. من نیلوفر مرا در یاد نداری؟ نه من شما را نمیشناسم. چه خیلی با خاطر بیارم آخر. عجایب کن. از این مرکز دلخوشی با مرکز دلخوشی رفته تمام این شهر رو به ما میخیزاندی. اکنون چی شد؟ و نفقه بر اومدی؟ بخشش شما یک دیگر رو میشناسی؟ شناختن؟ اما با آنقدر نیستی که من خیلی مهربانی من یک بار چنان میزده شده بود که با جای مرا بوسه کردن رفته محبوبه صاحب مرکز دلخوشی رو بوسه کرده بوده می‌دردی؟ خدا دامولا این زن چی گفته ایستاده است ها؟ چی دامولا؟ چه دامولا؟ های تو باز چی هیله کرده ایستاده ای؟ گوش کنید خانم از راستی در بین یک خطاگی بزرگ است. شما مرا در حقیقت با کسی مانند کرده ایستاده اید. اما هیچ گپ نه خیلی میشود. ای خدای توبه. این مگر بی عقل شده عقلش رو گم کرده است. از همین سبب شما به بیمارخانه آمدید. ای من مرم. ای گوش کن. شرکتی ما با این بیمارخانه شرطنامه دارد. یعنی تو مرا گویا نشناخته ایستاده ای. اما یگان خواهش یگان احتیاج داشته باشی. من همه وقت در بری تویم. حاضر مرا رفیق خونم انتظارم. من بعد از آنها میروم. اما تو هیچ نامده ایستاده ای. قهری کردم. توبه. خطا بازید من تو رو انتظار بشوم. خدا دامولا من هیچ چیز رو نمیفهمم. خانم زهرا یگان جای فهمیدنش نیست. آخر معلوم که دختر بیچاره ناراحت شد. از نمادش معلوم که اونقدر حالش خوب نیست. به فکرم بیمار است. معلوم که به کسی مانم کرده است. البته جانم با کسی مانم کرده است. میبینیم من یک آقای اکرم رو بینم معلوم وقتی نماز است. بعد دیر میمانم. اگر یک جای برایم دیر میمانم. مالش رفتیم.
است بابا جان؟ خوبم خیلی خوبم. یک بالشت دیگر بیارم؟ نه لازم نیست. خیلی براحتم. با شما گپ ندارم پدر جان. چرا صحت شدهتان رو به ما نگفتید؟ وقتش بیاد میفهمونم. حالا بچه‌ها اگر اجازه دید کمتر استراحت کنم. البته پدر جان، البته. خدا شفای کامل دهد. استراحت با فراغت پدر جان. تو بازدید بابا جان. مایلش. زهرا تو بیمون دخترم. کمتر گپ زنیم. یعنی تو رو همچون کلتاکیلس میدونم؟ نه شوکت، همچون کلتاکیلس دانستنش لازم نیست. اما کار رو برباب میدیم. خیر همچون کی میدونه؟ همچون داملوزیو. هیچ گم نه برادر، مهم اون است که خواهرت همش رو فهمید. برادر خوشبخت‌ترین آدم روی دنیا منم، البته بعدی تو. شوکت، دین شب تو رو به خونهشون بردم باور بکنم. جدا شدن بسیار مشکل بود. فکر کن آخرین باری که او رو دیده بودم خوردکک بود. زندگی پستی و بلندی داره برادر. دیگر هیچ چیز مهم نیست. مهم اون است که با خواهرت یک جا شدی برادر. این رو کی میشوییم؟ بله همه خیلو به هیچ کسی این رو نگو شوکت. میدونی کن اون دیوانه باز اونال هم از پسی من هستن. میفهمی؟ تمام برادر پروا نکن. بیا رفتیم. وای کلتاکیلس. زهرا من همش را میدانم. با داملازیا چرا آیله دار شدنت را همش را میدانم. زهرا داملازیا یگانه انسانی است که بعد از وفات کردنم باورش دارم. از برای با او آیله دار شدنت بسیار خرسند شدم، اما من میدانم که پیش از وفات کردنم از برای خرسند کردن من با او آیله دار شدی. همین طور نه؟ بابا جان در این باره حالا گپ نزنیم. میبینم در پیش سالهای بسیار خوب هستن. باز بینید صحت شدید. بیمار نیستم گفته از داملا زیاد جدا نمیشوی زورا ها؟ گوش کن، اگر جدا شوی حالا باز این طفل را به پدر تولد میکنی. مرا زنده به زنده گور میکنی زورا. بابا جان این رو از کجا برآوردید؟ مگر این خیل می شود؟ ما البته که با داملازیا جدا نمی شویم. در گذشته آیله دار شدنت را بینم کفایه است میگفتم، اما چون خدا عمر عطا کند انسان دیگر چیزا هم میخواست است. حالا باشد این طفل را دیدن میخواهم زهرا. داملازیا را نرنجان دخترم. تو را در بالای دستش چون گوهرکی چشم نگاه می دارد. تو هم باید به قدر او برسی زهرا. از زاغ سیاه دور بشو. عقلت را کار فرما دخترم. خواطر نشوید بابا جان، آن موضوع پوشیده شد. حالا باشد شما آرام خواب کنید میلش. من شما رو بسیار دوست میدارم. من هم جانکی من را تو یک تای من هستی. زهرا خوب هستی؟ خوبم. خوب نیستم. چی شد؟ بابایم همش رو فهمیده است. چه خیلی آخه همه چیز رو گفته. چی رو در نظر داری؟ مسئله ازدواجی ساخته رو؟ بله. بار آخر خواهشش رو به جا آوردنمون رو، آیله دار شدنمون رو فکر کرده است. از همین سبب صحت شدنش رو از ما پنهان کرده است.
دامولو اگر بابایم فهمد محو می شود من هم محو می شوم از شما خواهش میکنم. خاموش تمام گوش کنید خانم من با شما وعده دادم به وعده هم وفا میکنم خاطر نشوید شما رو در نیمه راه نمیگذارم